در پی به 18 نفر رسیدن شماره کودکانی که در ولایت سمرقند ازبکستان در پی استعمال داروواری دوک یک مکس با مزه لیمو و عسل جان باختند، مقامات تندرستی کشورهای آسیای مرکزی برای پیشگیری از چنین علتها تدبیرهای شدیدی را روی دست گرفتند. فروش این داروواری استحصال هندوستان را در ازبکستان از روز 22 دکبر سال 2022 منع کردند. خدمات امنیت دولتی این کشور گفت به ضد محصولان شرکت کوراماکس مدیکال که واردات این دارووار از هندوستان را در دست داشت پرونده گشودند. وزارت تندرستی قرقیزستان هم اعلام کرد که هرچند در این کشور حالتهای مرگ و میر اطفال در پی استعمال دوک یک مکس ثبت نشده است و در سال 2022 این دارووار به این جمهوری وارد کرده نشده است، بازم فروش آن را رسما منع کرده نمونه های این دارو را برای تشخیص و تحلیل به تشخیصگاه مرکزی نظارت تحلیلی فرستادند. وزارت تندرستی قزاقستان رسما اعلام کرد که این داروی استحصال شرکت هندی ماریون بیوتک با نام دوک یک مکس در قزاقستان رسما ثبت نام نشده است و از این رو در داروخانه ها فروخته نمی شود. در لابلای خبرهای تهلکه انگیز درباره مرگ 18 کودک در پی استعمال این دارو ضد زکام در ازبکستان همسایه، سوال در ذهن همه چرخ میزند که آیا در داروخانه های تاجیکستان هم دوک یک مکس هست و فروخته می شود؟ در خدمات نظارت دولتی فعالیت طبی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان روز 28 دکبر سال 2022 به خبرگزاری رسمی خاور تصدیق کردند که بله، فروش معلول و ابهای دوک یک مکس که از هندوستان اومده است در تاجیکستان از سال 2002 به این سو برآمده شده است. سردار ریاست این اداره نورعلی گلزاده گفته است بلافاصله بعد ثبت حادثه‌های زهر و لوچوی از این دارووار در ازبکستان، کارمندان خدمات کارهای تفتیشاتی و تحقیقاتی را در این سمت آغاز کردند. در همین حال وزارت تندرستی تاجیکستان از والدان دعوت کرده است که همه گونه حب و معلول‌های طبی را تنها با ریسپت دکتر از داروخانه‌ها خریداری نمایند. اما طوری به نظر می‌رسد تا کنون یگان نهاد دولتی تاجیکستان جهت منع فروش این داروی مشکوک حداقل تا انجام تحقیق و تشخیص اقدامی نکرده است. و اما در حالی که خدمات نظارت دولتی فعالیت طبی میگوید فروش دوک یک مکس در تاجیکستان از سال 2002 به این سو ادامه دارد، در وزارت تندرستی تاجیکستان قبلا بعضی پلیوز گفتند که این نوع دارو یک سال این جانب به تاجیکستان وارد نمی شود. همین طور قبلا در خدمات نظارت دولتی فعالیت طبی به خبرگزاری اویستو گفته بودند که این نوع دارو در داروخانه ها در فروش هست ولی از آن شکایت تا حال وارد نشده است. ما برای موقتا باز داشتن فروش داروی دوک یک مکس اساس نداریم. خوشبختانه در نتیجه استفاده این دارو یگان حادثه مرگ و میر یا ناخوش به قید گرفته نشده است، به خصوص از آن زمانی که ما فروش محصولات داروسوزی را قطع نظارت داریم. گفتند در این نهاد مسئول نظارت فعالیت‌های تندرستی در تاجیکستان. در همین حال در چند داروخانه دوشنبه به خبرنگاران اویستو گفتند که از این دارو برای فروش داشتند ولی حالا نیست چون که چند وقت باز وارد کرده نمیشد.